خب به نام خدا دوستان سلام، امیرم بازم اومد با یه ویدیو آموزشی خیلی مهم که برای همه ربات‌های داخل تلگرام کاربردیه. در واقع نکاتی که توی این ویدیو براتون میگم رو اگر رعایت نکنید عملا این همه زحمتی که رو که کشیدید از دست میره. آموزش امروزمون وصل کردن کیف پول به ایردراپه. کاری که به راحتی به نظر میاد ولی خیلی‌ها توش موندن. تا دید نشده بریم سراغش. خب من برای مثال ربات داگز رو به ولت وصل میکنم، ولی شما با این روش میتونید تمام ربات‌ها رو به ولت خودتون وصل کنید. اول از همه داخل ربات دنبال گزینه وصل کردن کیف پول میگردید. بعد از اینکه روش کلیک کردید همچین نیم صفحه‌ای رو براتون بالا میاره. اینجا گزینه‌های زیادی برای کانکت کردن هست. نکته مهم اینه که بهترین و کاربردی‌ترین ولت تونکیپره و بدترین گزینه هم ولت داخل تلگرام که به صورت نوار آبی رنگ پیشنهاد شده. اگر از این ولت استفاده کنید عملا تمام داراییتون به چخ میره، چون ایران تحریمه و برداشت غیر ممکن. از گوگل پلی میتونید تونکیپر رو دانلود کنید. نکته مهم بعدی اینه که برای مطمئن شدن از وصل شدن صحیح ولت به ربات داخل ولتون پایین روی بروزر کلیک کنید. اینجا اون بالا روی کانکتد کلیک کنید. توی این قسمت تمام برنامه، سایت یا رباتایی که به ولت وصل کردید رو نشون میده و همونطور که میبینید ربات داگز هم هست که نشون میده عملیات وصل کردن به درستی انجام شده. برمیگردیم به ربات. اینجا هم میبینیم که جای کانکت ولت آدرس ولتمون رو نوشته. آقا دیگه راحت تر از این نمیتونستم براتون توضیح بدم. امیدوارم که کامل یاد گرفته باشید. همونطور که گفتم بقیه دراپا مثل بلوم، تایم فارم، دیامور و غیره رو هم میتونید به ولت وصل کنید. ممنون که همراه امیران بودید. جیبتون پرپول یا علی.